دنیای تجهیزات نظامی روز به روز در حال پیشرفته و هر چند وقت یه بار یه اسلحه جدید معرفی میشه. از میون این اسلحه هم یک سری هاشون انقدر خفن و باحالن که اگر بررسیشون نکنیم دلمون میسوزه. من حامدم و به کانال خودتون فارسی ها خوش اومدید و امروز توی این ویدیو میریم تا یک سری دیگه از اسلحه های خفن و مدرن رو بهتون معرفی کنیم. لطفاً یادتون نره که لایک های قشنگتون رو به ویدیو بکوبید و اگر میخواین ویدیوهای دانستنی و سرگرمی بیشتری رو باز هم ببینید کانال فارسی ها رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. خب بریم سراغ مورد اول، اسلحه هوشمند رادتک. توی میدان نبرد موقعیت‌های خاصی پیش میاد و ممکنه اسلحه فرد از دستش بیفته و بر علیه خودش استفاده بشه. اما خب الان شما دارین به اسلحه هوشمندی نگاه میکنین که اگر از دست صاحبش خارج شه قفل میشه و دیگه کسی نمیتونه باهاش شلیک کنه. این اسلحه یک دستبند همراه خودش داره که با اون کار میکنه. البته میشه این دستبند رو دور مچ پا هم بست تا دیده نشه. یه سیستم هوشمند مکان دقیق این دستبند و تماسش با پوست رو تشخیص میده و طبق اون اسلحه رو باز و یا قفل میکنه. یکی از قابلیت‌های خوب رادتک اینه که میشه جوری تنظیمش کرد که تا چند نفر بتونن ازش استفاده کنن و یک اسلحه فقط مختص یک مأمور نباشه. MP155 اولتیما. اسلحه بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم مال شرکت کلاشینکوف است و در سال 2020 معرفی شده. اولتیما اولین اسلحه هوشمند این برنده. این اسلحه به یک دوربین با کیفیت، صفحه دیجیتال، دوربین اسلحه و حتی یک کامپیوتر مجهزه. این ویژگی‌های پیشرفته به اسلحه این اجازه رو میده که تک تک شلیک‌ها رو بسنجه و اطلاعات دریافتی توسط کامپیوتر اسلحه رو به اپلیکیشنی که روی موبایل نصب است بفرسته. حالا فکر می‌کنید دلیل این کار چیه؟ هدف از انجام این کار اینه که افراد کم تجربه بتونن زودتر راه بیفتن و شلیک‌های دقیق‌تری داشته باشن. اسلحه MP155 اولتیما قابلیت‌های بسیار تازه‌ای در اختیار شلیک کنندگان قرار میده. سربازا میتونن آمار و ارقام خودشون رو با بقیه اشخاصی که در سراسر دنیا از این اسلحه استفاده میکنن مقایسه کنن و یه جورایی با هم دیگه رقابت کنن. علاوه بر اون این تجهیزات پیشرفته میتونه به سربازهایی که در ارتش خدمت میکنن هم کمک کنه و اینطوری سرباز میتونه نقاط ضعف و قوت خودش رو بهتر تشخیص بده. در کل میشه گفت که این اسلحه واقعا خفنه و با کالیبر 12 میلیمتر و خشاب 6 تایی دریچه تازه‌ای به دنیای اسلحه ها باز میکنه. کورنر شات. این دستگاه به هیچ وجه نوظهور نیست و در سال 2000 معرفی شده، ولی خب اونقدر جالب و خفنه که ارزشش رو داره راجع بهش صحبت کنیم. این اسلحه یک اسلحه بسیار کاربردی و میتونه جون سربازا رو نجات بده. سرباز میتونه خودش پشت سنگر بمونه و سر اسلحه رو کج کنه تا خودش در معرض گلوله‌های دشمن قرار نگیره و همزمان بتونه اون رو از پا در بیاره. سازنده این دستگاه یک شرکت اسرائیلی با همین نام هست و انواع مختلفی از این دستگاه تولید کرده. کورنر شات با انواع مختلف اسلحه ها سازگاره و از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول غیر متحرک و بخش دوم متحرکه. اسلحه به بخش متحرک دستگاه وصل میشه و سرباز میتونه با استفاده از ماشه‌ای که در قسمت غیر متحرک تعبیه شده شلیک کنه. مانیتوری که روی کورنر شات تعبیه شده امکان هدفگیری دقیق رو فراهم میکنه و همه چیز برای زمینگیر کردن آدم بدا آماده است. میشه روی این دستگاه چراغ قوه و لیزر هم نصب کرد تا شلیک با دقت بیشتری صورت بگیره و در کل میشه فهمید که کورنر شات برای درگیری با نیروهای تروریستی و گروگانگیری ها بسیار مناسبه. راین متال ناتر. اواسط ماه آگوست بود که شرکت آلمانی راین متال از دستگاه جنگی جدیدش رونمایی کرد. ناتر 7.62 یک دستگاه با قابلیت کنترل از راه دوره که روی ماشین‌ها نصب میشه و قدرت دفاعیشون رو افزایش میده. این دستگاه قابلیت نصب روی وسایل نقلیه چرخدار و زنجیردار رو داره و مانیتوری که برای دستگاه تعبیه شده به اپراتور اجازه میده که از داخل کابین بهش دسترسی داشته باشه. یکی از مهمترین ویژگی‌های ناتر ماژولار بودنش و سرباز میتونه با اعمال تغییرات گلوله‌های مختلفی رو در دستگاه بارگذاری کنه. از گلوله‌های 5.56 در 45 میلیمتر گرفته تا 7.62 در 51 میلیمتر. علاوه بر این تاثیر این دستگاه بر توانایی‌های ایرودینامیکی وسیله نقلیه بسیار ناچیز هست و بخش اصلی و پایه دستگاه از کربن تولید شده و برای همین وزن قابل قبولی داره.
دوربینی که در این دستگاه قرار داده شده در تمام شرایط آب و هوایی به بهترین نحو کار میکنه و قابلیت هدفگیری و ردیابی دستی و اتوماتیک دشمن رو هم داره. خلاصه کلامم اینه که این دستگاه میتونه بهترین دوست سربازایی باشه که در حال انجام مأموریت‌های خطرناک هستن و کار براشون خیلی راحت میشه. درون مسلح سونگار. این روزها نبرد توی میدان جنگ بسیار به تکنولوژی وابسته است و درون‌های نظامی بسیار توی اون پرکاربرد هستن و میتونن برنده و بازنده رو تعیین کنن. در اینجا مهندسای شرکت ترکیه آیسیسگارد یه درون فوق‌العاده ساختن که واقعاً بی‌نظیره. این درون به یک اسلحه مجهز است و میتونه گلوله‌های 5.56 در 45 میلیمتری رو شلیک کنه. نکته جالب و خفن اینجاست که لگد اسلحه توسط سیستم پایدار کننده درون گرفته میشه و درون در هنگام شلیک عملاً در هوا بی حرکته. همین ویژگی هم باعث شده که این درون نسبت به رقبا دقت شلیک بیشتری داشته باشه و در نتیجه قابل اعتمادتر باشه. برد این دستگاه 10 کیلومتر هست و میتونه تا ارتفاع 300 متری بالا بره. سیستم چند دوربینه با قابلیت زوم 10 برابری به اپراتور این اجازه رو میده که به محیط اطراف اشراف کامل داشته باشه و در تمام ساعات روز و انواع شرایط جوی قابل استفاده است. حد اکثر وزن این درون به 25 کیلوگرم میرسه که واقعا قابل قبوله و همین موضوع حمل و نقل و راه اندازیش رو خیلی آسون تر میکنه. XAR اینویکتا. طراحی اسلحه‌های AR-15 جوریه که نمیشه قنداق تاشو براشون نصب کرد. البته شرکت آمریکایی F&D دیفنس یک روش اختراع کرده که این مشکل رو حل میکنه. این شرکت در سال 2017 اسلحه XAR اینویکتا رو معرفی کرد که یک نسخه تغییر یافته از AR-15. این اسلحه به یک لوله تاشوی لولادار مجهزه. البته یک دلیل خوب پشت این طراحی خاص وجود داره و اون اینه که این طراحی جدید به سرباز اجازه میده که سریعتر اسلحه رو در حالت آماده به شلیک در دست بگیره. در نتیجه انجام این کار برای سرباز کمتر از 5 ثانیه طول میکشه. XAR اینویکتا انقدر کوچیک و جمع و جوره که حتی در حالت تا شده میتونین در کوله پشتی حملش کنید و هیچ کس خبردار نمیشه. سازندگان این اسلحه دو نسخه با طول 36 سانتی متری و 40 سانتی متری براش در نظر گرفتن و قیمتش از $2100 شروع میشه. از اونجایی که این اسلحه عملاً یک AR-15 با قابلیت تا خوردن از وسطه، بنابراین میشه از تمام وسایل و تجهیزاتی که روی اون اسلحه ها استفاده میشه روش نصب کرد و این نکته بسیار مهمه. کالیبر این اسلحه 5.56 هست و وزنش هم تقریباً 2 کیلو و 800 گرم و در کل میشه فهمید که یک اسلحه خفن و کاربردیه. کلتک P50. با اینکه این اسلحه آدم رو یاد فیلم‌های علمی تخیلی میندازه، اما خب کاملا واقعی هست و کارش رو هم خیلی خوب انجام میده. این اسلحه نیمه اتوماتیک ژانویه امسال معرفی شده و قابلیت تبدیل به تفنگ لوله کوتاه، مسلسل دستی و اسلحه مخصوص درون رو داره. تمام بخشای اصلی به جز ماشه در قسمت بالایی اسلحه قرار گرفتن تا بشه خیلی سریع تبدیلش کرد. بخش پایینی اسلحه یک قسمت به نام ریل اپیکانتی داره که بشه خیلی سریع و راحت قنداق و روپوش لوله تفنگ رو روش نصب کرد. کالیبر مناسب برای گلوله‌های این اسلحه 5.7 در 28 میلیمتر هست و نسبت به رقیبان خشاب بسیار بزرگتری داره. کلتک P50 به جای خشاب معمولی 20 تایی خشاب 50 گلوله‌ای داره و میتونید باهاش دشمنا رو آبکش کنید. طبق نظر متخصصا بهترین جایی که میشه ازش از این اسلحه استفاده کرد برای محافظت از خونه و دفاع شخصیه. البته میشه ازش برای شکار هم استفاده کرد. رکس وان. اینم یک اسلحه دیگه از کمپانی کلاشینکوف. البته این اسلحه برای زمینگیر کردن درون‌های متجاوز دشمنه. رکس وان شبیه به یک مسلسل دستیه ولی خب با بقیه اسلحه ها فرق میکنه و احتیاجی به گلوله نداره. رکس وان میتونه روی سیستم های ناوبری درون ها پارازیت بندازه و تا شعاع 4.8 کیلومتری تمام سیستم های مرتبط با GPS رو از کار بندازه. علاوه بر این سیگنال های رادیویی و موبایلی قطع میشن و فرکانس های مربوط با کنترل از راه دور دچار پارازیت و تداخل میشن. تقریبا تمام درون هایی که در معرض این اسلحه قرار میگیرن از کار میافتن و هیچ شانسی در مقابلش ندارن. نکته جالب اینجاست که این دستگاه هیچ آسیب فیزیکی به درون مهاجم وارد نمیکنه و درون فقط مجبور میشه هر جایی که باشه فرود بیاد. دلیل این موضوع اینه که ارتباط درون ها با واحد کنترل قطع میشه و درون ها در اون صورت از کار میافتن و فرود میان.
خب نظر شما راجع به این موارد چیه و به نظرتون کدوم یکی از این اسلحه ها از همشون جالبتر و خفن‌تر بودن؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً کوبیدن لایک های قشنگتون به ویدیو و سابسکرایب چنل فارسی هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.